على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صبح جمعه تقارن پیدا کرد با ولادت، با سعادت حضرت صدیقه طاهره عصمت کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما این روز فرخنده را که روز مادر و همسر هم نامیده شده است، به محضر فرزندشون حضرت مهدی ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که عیدی ما را تعجیل در فلج حضرت مهدی سلام الله علیه قرار بدهد و عیدی دیگر ما را هم توجه ویژه امام زمان به خودمون، به زندگیمون، به ددمانمون، به نسل و ذراری ما تا قیام قیامت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما موضوع بحث امروز ما تحت دو کلمه است: بیجا و بجا. اول مثبت رو بگیم، بجا و بیجا، به موقع و بی موقع. درست شد؟ بجا و بیجا، به موقع و بی موقع. تو آیات و روایات ما اشاره به این مسئله داره. مثلا میگیم ندامت و توبه خوبه یا بده؟ خوبه. اما کی خوبه؟ زمانی که به موقع باشه و به جا باشه. این آیه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، این ندامت بی موقع هست. دقت کردید؟ بله، پشیمان شدی اما این پشیمانی دیگه سود ندارد. آیا میدی این آیات میگم خوب دقت کنید، آیاتی که بیانگر خواسته های بی موقع هست. اگه بگردید خیلی از این آیات رو پیدا میکنید، از جمله از آیاتی که دلالت میکنه در خواسته های بیجا و بی موقعی که همینه. ربر جون، از کجا میفهمین که خواسته بیجاست؟ خطاب کلا. بله، میگه درخواست نکن. درست شد؟ از جمله آیاتی که داریم باز میگه آیات که درخواست‌های بیجا رو مطرح میکنه، آیاتی که مربوط به غرق شدن فرعونه. اونجا میگه خدای من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون. پشت سرش میگه الان دیگه به درد نمیخوره. میشه همون خواسته های بیجا. بله، اگر بعضی کارها، بعضی خواسته ها به موقع، به هنگام و به جا باشد، خدای متعال وعده داده این خواسته های به جا و به موقع را چه کند؟ اجابت بکند. خودش فرمود ادعونی استجب. این ادعونی استجب در جایی که دعا باشد، به جا باشد، به موقع باشه. اما دعای خدمت بیجا و به موقع رو روایت رو نگاه کنید. بعضی روایت داره 4 دسته، بعضی داره 6 دسته افراد هستن که اینا اگه تا قیام قیامت دعا کنن خدا دعاشون رو مستجاب نمی کنه. چرا؟ چون این دعاهاشون بیجاست. بله؟
بی موقع است، بی مورده. خب این بجا و بیجا، به موقع و بی موقع، برمیگردد به حکمت و عدالت الهی. درست شد؟ برمیگردد به حکمت الهی. مثلا پدر یا مادر بی جهت اصلا هیچ قصور و تقصیری از فرزند سر نزده. یک مرتبه پدر اصلا مادر اصلا میگه من شیر ما بهت حلال نمی کنم، من آقت میکنم. این خیال کرد خدا هم بیکار نشسته سریع. خدا حکیمه، دقت کردید؟ خدا عادله. اینجوریست که هر چی ما بگیم خدا بگه چشم. درست شد؟ این عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، این همین بجا و موقع است. اطاعت بکن تو را مثل خودم قرار میدم. اما داری که معصیت بکن تو رو مثل خودم قرار بدم؟ نه، اصلا معصیت کاری بیجاه. دقت کردید؟ هیچ وقت خداوند انسانی که معصیت میکند به جاهای بجا نمیرسد. پس یه وقتی این مطلب را هم گفتیم، گاهی اوقات حرفایی نباید بزنیم میزنیم، حرفایی که باید بزنیم نمیزنیم. این فردا قیامت بازخواست میشده. دقت، کاری که توابین کردن در حادثه کربلا، اون موقعی که میبایست لبیک یا حسین میگفتن، لبیک یا حسین نگفتن. درسته بعدش قیام کردن، اما این کجا؟ و لبیک گفتن حبیب ابن مظاهر کجا؟ مسلم ابن اوسجه کجا؟ رو شد به جا و بی جا، به موقع و بی موقع. عنایت کنید. یک مسئله هست خدمتتون از کنم که تو ما فارسی زبان ها میگیم، خروسی تو خونه دارید، ساعت 2 نصف شب شروع کنه به سر صدا کردن، ما چه بهش میگیم؟ ما بهش میگیم خروس بی محل. خروس بانک بده، اما نه الان که مردم از خواب بیدار بکنه. اگه 2 بار 3 بار شبانه کن، چند روز دیگه صاحب خونه میگه تو به در خوردنی، تو به در زنده بودن نیستی، چون خروس بی محل هستی. یک عده هم حرفاشون خروس بی محل بودنه. پس گاهی خود حرفایی باید بزنیم نزنیم، حرفایی که نباید بزنیم میزنیم، اینا میشه بیجا. اینا بفرمایید. کارهایی که باید از زبان داره میاد بیرون، کارهایی که نباید بکنیم میکنیم، میشه بیجا. کارهایی که باید بکنیم نمیکنیم، این هم میشه بیجا. اما اگر انسان کار رو به موقع انجام بده، درست شد؟ این بجا و بیجا، این سخن امام صادق رو عنایت کنید. فرمود ان الحسن من کل احد حسن. به به، میزانه. ان الحسن من کل احد حسن. کار خوب از هر کی ضرب بزنه زیباست. چرا؟ چون کاریست به جا و به موقع. اما از اون طرف فرمود ان الغبی من کل احد غبی. کار زشت از هر کی سر بزنه زشته. درست شد؟ اینا آیات و روایاتی است که همین موضوع که عرض کردم رو معیار دستتون میشه. به جا بی جا، به موقع و بی موقع. خب خدمت شما عرض کنم که من به همین مناسبت
امروز یک سری اشعاری رو از مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه داره مذمت میکنه کارهای بیجارا، کارهای بی‌موقرا. دقت کردیم؟ حالا قبلش یک داستان براتون میگم. دیگه یک نفر رو دیدم که تا خیلی گریه میکنه، داد میزنه، گریه میکنه. گفتم خب چرا گریه میکنی؟ بله؟ گفت خب فلان بیماری داره، از درد میمیره. این آقایی که گریه میکرد خیلی وضع مالیش خوب بود. گفت خب داره میمیره، بله؟ برو ببرش بیمارستان، درمانش کن، تو داری، کمکش کن. خدمتتون از کنم که یک کلمه قشنگ گفت گریه هرچه بخوای میکنم، بله؟ چون هیچ هزینه نداره، ولی پول یک ریال خرج نمیکنه. این میشه گریه بیجا. دقت کردیم؟ خب گریه تو چه دردی از من درمان میکنه؟ بیا به جای گریه کردن دست تو جیب بذار، مشکل یک نفر رو حل بکن. رو شد؟ تا زمانی که حالا چون امروز روز مادر هست داره عرض میکنم، تا زمانی که مادر هست و نیاز به ما داره کمکشان نمی کنیم. اما به مجردی که از دنیا رفت شروع میکنیم به چی؟ گریه کردن. دیگرانی که اون رفتار ما رو دیدن الان به گریه ما چه میکنن؟ میخندن. شد؟ این گریه بیجاست. میگه اگه واقعا تو عاطفه داشتی زمانی که اینا در قید حیات بودن که دلشون رو به دست نیاوردی. تو این زمینه خیلی میشه سخن رو بسط داد به جا و بیجا. گاهی اوقات یک ماهی افتاد تو خشکی، درست شده؟ شما میتونید با یه مقدار آب جان این ماهی رو جا کنید، نجات بدید. گاهی اوقات یک تشنه هست، طرف داره نفسهای آخر رو میکشه، یه لیوان آب بهش برسانی، بفرمایید جانشو نجات بدید. یه راننده تو وسط بیابان سوخت، خدمتتون از کنم تمام کرده، چند لیتر بنزین بهش میدی، میگه من هیچ وقت این لطف شما رو فراموش نمی کنم. چرا؟ چون این لطف های چیه؟ به جا و به موقع هست. درست شد؟ اما گاهی اوقات از همون زمان بگذره، میگه فلانی هر وقت به یاد کارتون میفتم از دلم بیرون نمیره، چون یه رفتار بیجایی داشتی، یه رفتار بیجایی داشتی. حالا شیخ بهایی چه زیبا سروده، من که خیلی لذت بردم. بی خبر از هم خوابیدن چه سود، بله؟ بی خبر از هم خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود. زمانی که پدر بود، مادر بود، الان روز تولد حضرت زهراست، یک تلفن نزدیم بگیم مادر حالت خوبه، روز رو بهت تبریک میگم. دو روز دیگه از دست دادیم، میریم سر قبلش گریه میکنیم. بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید. زنده را تا زنده هست باید به فریادش رسید. بعد مرگش گریه و زاری و نالیدن چه سود. گر نپرسی از غم و احوال او تا زنده است،
بعد مرگش گریه و زاری و نالیدن چه سود؟ گر نرفتی خانه اش تا زنده بود، گر نرفتی خانه اش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود؟ سالیان سال پدر، مادر، برادر، خواهر نه، حالا پدر از دنیا رفته، میگه این جای تخت باباست، من میخوام تا صبح روی تخت بابا دراز بکشم و گریه کنم. شیخ باها چی میگه؟ گر نرفتی خانه اش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود؟ حالا میخوای علاقه نشون بدی؟ بله؟ تو خیال میکنیم مردم نمیفهمن این بازی در آوردن تو؟ یه تا پدر مادر پیرت زنده بود سالی یک بار به سر نمیزدی، حالا آمدی تا صبح تو اتاقی که بابا زندگی میکرد عربده میکشی، ناله میزنی، گریه برای چی؟ زنده را، این بیت خیلی قشنگه، زنده را در زندگی قدرش بدان، زنده را در زندگی قدرش بدان، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن مجلس عزای مادر سر تا پا سیاه میپوشه، پیراهن مشکی، کت مشکی، شلوار مشکی، بله همه چی مشکی میپوشه، ای مادر مادر میگه. زنده را در زندگی قدرش بدان، ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟ گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، سنگ مرمر روی قبرش وانهادن هان چه سود؟ بله؟ تا زمانی که زنده بود نمیگو بابا چیزی احتیاج نداری؟ بله؟ مشکلی نداری؟ سالی یک بار این پدر و مادر یک جا مسافرت نمیرفتن، دلش میخواست بره حرم امام رضا، دلش میخواست بره کربلا، داشتی میتونستی این کارو براشون انجام بدی، اما انجام ندادی. حالا پدر مادر مرد، حالا بیا سنگ قبرشو مرمر قرار بده، سنگ مرمر که گرانترین سنگ. گر نکردی یاد او ای جان من تا زنده بود، سنگ مرمر روی قبرش وانهادن هان چه سود؟ یه شاعر دیگری این شعر رو، این بیت رو از زبان یک فرزند، از زبان یک پدر و مادر داره به فرزند میگه. گر نکردی یاد من تا زنده ام، یعنی یک پدر، یه مادر به فرزندش میگه، یه برادر داره به برادر میگه، یه برادر داره به خواهر میگه، یه خواهر داره. گر نکردی یاد من تا زنده ام، سنگ مرمر روی قبرم وانهادن هان چه سود؟ بله؟ میگه تا زمانی که زنده بودم یادی از من نکردی. حالا میگه به یادبود برادر، من بیام یه مجلس عظیم بگیرم، به یادبود برادر سنگ قبری براش درست کنم، به یادبود پدر بیام این کار انجام بده. اون پدر زیر قبر چی میگه؟ چه فایده؟ اون موقعی که من نیاز داشتم با من نبودی. بعد پیام این شعر، اشعار مرحوم، اشاره به این نکته داره، به این که
قدرشناس باشیم نه قبرشناس. درست کردم؟ قدرشناس همدیگر باشیم، قبرشناس نباشیم. بعضا این جمله رو میگن ماها مرده پرستیم، یعنی تا زنده هستیم قدر همدیگر رو نمیدانیم، اما وقتی از دنیا رفتیم 7 روز براش مجلس میگیرن، تا 40 براش مجلس میگیرن. میگه خب بیچاره تا زنده بود کسی به فکرش نمود. دو بیتم از مرحوم شهریار برات بگم، خدا رحمتش بکنه، که از غربت افراد غریب اینجور داره بگه: تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم. گرفتی؟ تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم. همین ما تا زمانی که نعمت داریم قدر نعمت رو نمیدونیم. یا مثلی که باز میزن میگه ماهی تا زمانی که تو آبه قدر آب رو نمیدانه. کی قدر آب رو میدونه؟ زمانی که آب رو از دست بده. بله؟ تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. یه وقتی متوجه میشی، بله، دیدن از مناره های مسجد بانگ بلند شد انا لله و انا الیه راجعون دیگه فلان. در آستان مرگ که زندان زندگی است، در آستان مرگ که زندان زندگی است، تهمت به خویشتن. بله، میگه تو آستانه مرگ قرار گرفتی، موقع نمی خودتو متهم بکنی که منم زندگی کردم. نه، تو زندگی نکردی. زمان تو زندگی میکردی، تو زنده بودی ولی زندگی نکردی. زمانی زندگی میکردی که به یاد دیگران بودی، به فکر دیگران بودی. پس به نظر من یک کار تحقیق عالمانه آدم میتونه انجام بده تحت عنوان همین بجا و بیجا، به موقع و بی موقع در آیات و روایات. این اگه انسان به این آیات رو دسته بندی بکنه بیاره خیلی. حالا فقط جهت نمونه عرض میکنم، لیته هایی که در آیات و روایات هست، بله، لیته هایی که در آیات و روایات هست، اینا همون ناله ها و آهای بیجاست. بله، اینا خدمت بیجاست. یعنی وقتی فریاد میزنه دیگه پاسخی در کار نیست. یادتون هست تو ادبیات چی میگن؟ لیته برای اموری به کار میرود که امکان تحققش نیست. لیت الشباب یعود فاخبره بما فعل علیه. دیگه ای کاش جوانی برمیگشت. مگه برمیگرده؟ بله، پس تا دیر نشده سعی کنیم کارهامون به جا باشه، به موقع باشه، حرفامون به جا و به موقع باشه. صبح جمعه میاد، یک مرتبه خودمون مشغول میکنیم، ای اذان ظهر شده، حیف امروز من دعای ندبه نشد دیگه. اگر میخواستی باشه خواب رو بر چشمات جا میکردی، حرام میکردی، دعای ندبه رو میخوندی. فردای قیامت یکی از باز آیاتی که دارم
کلید میدم. یکی از نامه‌های قیامت یوم الحسره هست. اما حسرت چیه؟ بیجاست. درست شد؟ یوم الحسره همون اموری که بیان کردن اموری بیجاست. تو روایات داریم که هم اهل بهشت حسرت میخونن هم اهل جهنم. اهل بهشت حسرت میخونن که چرا بیشتر کار خوب انجام ندادن، خودی فایده ای نداره. اهل جهنم رو حسرت میخونن چرا اصلا کار خوب انجام ندادن. خدایا روز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها خواست، همون بانویی که تو 18 سال بهار عمرش گذشت، جایی رسیده که پیغمبر او رو بضعتون منی، فاطمه تو بضعتون منی میدونه. فرمود هر کس او رو خوشنود کنه من پیغمبر رو خوشنود کرده. بله ببین این از همون بجاهاست. یعنی این خانم در ظرف 18 سال چنان از عمرش به جا استفاده کرده که رضایت او میشه رضایت پیغمبر، خشم او میشه خشم پیغمبر. خدایا به این بانوی با برکت قسمت میدهیم، به ما هم توفیق بهره برداری از عمر عنایت بفرما. خدایا به برکت ولادت مادر فرج فرزندش حضرت مهدی رو نزدیک بفرما. قلب حضرت مهدی از ما راضی و خوشنود بفرما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.